دوستان عزیز سلام، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما از ارتباط‌های انجام شده ترانسفری برایتان خواهیم گفت. در چمپیونات فرانسه لیون با مرام به خود می آید و در وقت کارهای بازاری هم شرم نمی کند. این نوبت باشگاه فوتبالی لیون فرانسویان بر عوض 12.8 میلیون یورو از گنت بلگیایی حمله‌ور گیفت اوربان را به دست آورد. این هم علاقه دومین ارتباطی ترانسفری میان جانب‌ها در هفته اخیر است. حمله‌ور 21 ساله چطوری گفته شد بهره بلگیایی‌ها 12 میلیون یورو فایده آورد و باز میتواند 8 میلیون دیگر در شکل علاوه پولی‌ها از فرانسه روان کنند. همچنین لیون به گنت 20% از مبلغ فروش منبعده بازیگر را ارسال میکند. شرطنامه اوربان با لیون باشد به طور رمزی تا سال 28 است، در حالی که بازیگر در چمپیونات بلژیم 3 گل در 17 بازی به ثمر رسانیده است. از جانب دیگر اگر به نام گیفت اوربان مشاهده کنیم، معنی گیفت به زبان انگلیسی تحفه است. باز نشود که این حمله‌ور لیون گل ها را به حریفان به قول خود گیفت یا تحفه نماید. همزمان در برابر لیون نیتسه هم یک خریداری انجام داد. آنها دفاعگری بشکتاش ولنتین رزیه را به اجاره گرفتند. دفاعگری مذکور بعد باخت از فنربخچه از صف اساسی بیرون کرده شد و با همین بهانه به ملک فرانسویان رفت. دفاعگری 27 ساله تا آخرین موسم در لیگ اول میدانداری نموده. طبق نقطه های قرارداد امکان خریداری او هم وجود دارد. رزیه یکی از آن 5 بازیگری گردید که بعد باخت از فنربخچه با حساب 1-3 در دور 15 چمپیونات ترکیه از صف دسته خارج کرده شد. سابق دفاعگری تیم دیژون با همین بازگشت به وطن نمود. بعد ویرانکاری ها در فوتبال پرجریان اخیراً یکی از فرانسویان به وطن آمد و انجام موسم جاری انیق انتظام درست میکند. دائم بعد در دربی استانبولی میان دندان از حریفان بشکند. اگر اطراف المپیک لیون گفتیم و اوید دواده و بازاری المپیک مارسیل نگوییم سخت خفه می شوند. برای همین بیایید اوید خریداری مارسیل هم میگوییم. مارسیل نشانزن دیومی بودی گلیمت نروژی و منتخب کامرون فریس پیمی را به دست آورد. باشگاه فرانسوی رسما اوید گزارش بازیگر اعلان کرد که عین حال در جام ملت‌های آفریقا برآمد دارد. فوتبال بازی 23 ساله تا سال 28 با فرانسویان شرطنامه امضا نموده. به قول سامانه ترانسمارکت از برایش 8 میلیون یورو به اسکاندیناویا روان کردند. باید یادآور شد که پیمی دومین نشانزنی بودی گلیم در چمپیونات سپری شده نروژ بوده. در مسیر 28 بازی 15 گل به ثمر رسانیده است. در آمد گپ میتوان گفت که اگر فریس پیمی از کامرون و فریسی تنظیمگری ما در یک دسته یک جا شوند، این نشانزن دیگر دوم نو انیق یکم می شود. در چمپیونات عربستان سعودی باشد تیم الاتفاق اندک گیلمند شد، زیرا بعد آوازه ها اطراف رفتن خندرسون او انیق پرلیگ سعودیان را ترک نمود. شرطنامه با سابق سروان دسته لیورپول بر محل قطع کرده شده. خود خندرسون در پیام خیربودی به همگان اظهار تشکری کرد و برایشان در باقی مانده موسمی به طور دیپلماتیکی کلی بهترین ها را خواستار شد. بعد گفتن این گپ ها باشد تازون و دوان داخل هواپیما شد و از بالای بیابان ها راه سمت ملک لاله ها پیش گرفت. پیش از سخنی گزارشی رسمی جردن خندرسون به عکس امستردام میتوان گفت که او به الاتفاق از لیورپول ماه یولی سال 23 پیوسته در چمپیونات عربستان سعودی در 17 بازی 4 مرتبه در گلزنی همدستگان کمک کرد. در ادامه این موضوع میتوان گفت که ایاکس خندرسون را رسما معرفی نموده. نیم حمایتگر با جانب نیدرلندی تا سال 26 شرطنامه بست و رقم 6 را انتخاب کرد. بعد معرفی رسمی خندرسونی پرغرور و خودپسند اخیراً میتوان خلاصه کرد که پول‌های بزرگ عربیان و شرایط جای داشته هم برایش پسند نآمد و بازیگر به بهانه رفتن به یورو 24 اخیراً از چمپیونات عربستان سعودی شمال بر این ناپدید شد. اطمینان داریم که در میدان‌های سرسبز نیدرلندیان او به زودی ناپدید نخواهد شد، اگر نه کار خیرس واقعاً هم تمام می شود.
اگر سخن را سر چمپیونات‌های اندک ناشوق‌آورتر ادامه دهیم یا دقیق‌ترش به قسمت شرقی اروپا نظر کنیم، آنجا شختیار اوکراینی از پالمیراس برزیلی کوین را بر عوض 12.3 میلیون یورو خریداری کرد. ارزش گزارش فوتبالباز 21 ساله در مسیر 2 سال پرداخت شده. خودی بازیگر در صف کوهکن‌ها تحت رقم 37 برآمد می‌کند. در چمپیونات برزیلیا باشد کوین 9 بازی گذرانید و 1 گل به ثمر رسانید. امیدواریم که این نفر از طایفه برزیلیانی موفق می‌گردد که بعد چند فرصتی برآمد در چمپیونات اوکراین در منطقه‌های آبادتر اروپا مکانی گرم می‌گیرد. با اوکراین اگر از آمریکای لاتینی بازیگر آمد، از روسیه باشد بازیگر این مناطق راه سمت وطن پیش گرفت. با سخن‌های دیگر میتوان گفت که دفاعگر گیلیرمو ساتو بالتیکای کالینینگراد را به اونیورسیتات کاتولیکای چیلگی عوض کرد. اوید امضاکنی شرطنامه با دفاعگر 29 ساله تیم اونیورسیتات کاتولیکا رسما اعلان نموده شرطنامه کاری میان جانب‌ها تا سال 26 مهلت دارد. ساتو باشد به صف بالتیکا از اوراکانا ماه آگوست سال 23 گزارش انجام داده. بعد انجام دادن 9 بازی در میر پریمیر لیگ روسیه دیگر به سرمای زمستانی تاب نآورد و تیزترک به سمت وطن راهی گریز پیش گرفت. ولی بر زمین اگر یک چیلگی از روسیه گریخته باشد، یک ونزوئلاگی نو به کشور کلانترین دنیا قدم نهاد. این نوبت تیم ساچی حمله‌وری منتخب ونزوئلا U23 ساول گواریراپا را با حق خریداری تا آخر موسم به اجاره گرفت. باشگاه ایدی گزارش فوتبالباز 21 ساله از کاراکاس اعلان نموده این بازیگر در نوبت خود از 32 بازی سال 2023 با 9 گل و 6 پرتافت گلی بیرون شده است. در قسمت جنوبی روسیه هم به امیدند که با آوردن چنین بازیگران از ته‌خانه جدول بیرون جهیده میتوانند. همزمان دستپرور تیم‌های اسپارتاک و لوکوموتیو مسکو نیکیتا یوسیفوف دید که دل بستن به فوتبال روسی معنی ندارد. بعد به قول توغری نگرفتن کارها در دیویزیون دوم اسپانیا، باشگاه از لیگ سوم اسپانیا با نام کاستیلیون را انتخاب کرد. روسیایی 22 ساله با دست از دیویزیون سوم اسپانیا شرطنامه مهلت انجامش تا سال 25 امضا نمود. باشگاه اخیری یوسیفوف میراندس سگونده بود و موسم جاری او 8 بازی گذرانید. بیشتر از این باشد او در سطح ویلیاریال برآمد میکرد. در مورد این ترانسفر میتوان گفت که دیگران پیشروی را از لیگ‌های سوم به دوم و بعداً لیگ عالی میکنند، ولی فوتبال بازان روس باشند برعکس کار از لیگ‌های دوم به سوم اروپاییان میروند و نوابسته از این هم آخری کار پریمیر لیگ روسیه است. در چمپیونات خرواتیا باشد بعد امضاکنی شرطنامه با خایدوک از جانب نیکولا کالینیچ اخیراً ایوان پیریچ هم به این تیم پیوست. او را خرواتیا از تاتنهام به اجاره گرفتند و او نیز به باشگاه از اسپلیت بعد 18 سال بازگشت میکند. و گفته بعد انجام مهلت شرطنامه تابستان چون بازیگر آزاد پیریچ با خایدوک شرطنامه به امضا میرساند. ایوان در اکادمی خایدوک تا سال 2006 تمرین نمود ولی در صف اساسیون بار هم بازی نکرده است. موسم جاری باشد تنها 5 بازی در پریمیر لیگ انگلیس گذرانیده. عین حال از جراحت زانو برقرار شده ایستاده است. گپ سر خود خایدوک اگر برود، این تیم با وجود پیشرفت 6 ساله از ریکا در جدول بالاخره بعد تنفس 19 ساله میتواند در مملکت قهرمان شود. در این قهرمانی هم البته با احتمالیت زیاد پیریچ و کالینیچ و ایچ‌های دیگران زبان به مثال کرگسان دراز میکنند. اگر به سخن‌ها اطراف چمپیونات ترکان برگردیم، آنجا چند پیش وابسته به یک نوشتجات یک بازیگر اسرائیلی وضعیت به قول نامتشنج شده بود و کاری بازیگر استانبولی قریب که تا به محکمه میرفت، ولی اسرائیلیان چون هر وقت زیرکی پیشه نموده نفری خودی را از ترکیه به کشوری خویش بردند. و گفته دیگر مکابی از شهر تل آویو کارسو را از استانبول با حق خریداری به اجاره گرفت. این هم بازیگری بود که وابسته به 100 روز هجوم حماس به اسرائیل یک نشریه داشت. چطوری اشاره شد پیشتر باشگاه ترکی تحقیقات انتظامی نسبتش باز نمود و بازیگر حتی از جانب پلیس ترکی بازداشت هم شده بود، ولی نیمه‌نگری 23 ساله که خود دستپرور مکابی از تل آویو است اخیراً سرپرست را پیدا کرد و به زودی از کشور ترکان بیرون شد، اگر نه وضعیتش به قول ترک میشد.
در ادامه از آن خواهیم گفت که نیمه‌گر گانیبال مجبری موسم 23-24 را در صف سویلیا پس سر می‌کند. اجاره بازیگر به طور رسمی از تیم منچستر یونایتد اعلام گردیده. این ناکامترین ترانسفر 85 میلیونی را امیو از بروسیای دورتموند رسما برگردانیده بود. بنا به معلومات اتلتیک بازیگر تونسی میتواند در اسپانیا بماند و طبق شرطنامه اندلوسی ها میتوانند بر عوض 20 میلیون یورو جمعی علاوه پولی ها بازیگر را خریداری نمایند. منچستر یونایتد نیز بر زمین از حق خریداری برگشته بازیگر برخوردار است. موسم جاری مجبری 9 مرتبه در صف اساسی منچستر یونایتد به میدان آمده، یک گل در پرمیر لیگ انگلیا به ثمر رسانیده است. خلاصه گپ این که با یک گل و دو گل نمیتوان به تیم زخم دیده راموس عین حال چنین نفران کمک نمایند. اگر نام او واقعا هم گانیبال باشد، بعد باخت بزرگ از ژیرونا باید که همگان شیشه ناموس در بغل گیرند. همزمان پرتغالیان از بنفیکا حمله‌ور ارژنتینی استودیانتس بنجامین رالخیس را به اجاره گرفتند و در این باره نه کسی دیگر بلکه خودی فابریسیو رومانو اطلاع داده است. چطوری گفته می شود طبق قرارداد ارژنتینی 23 ساله را در لیسابون می توانند به پررنگی خریداری نمایند. موسم قبلی رالخیس در صف استودیانتس 57 بازی گذرانید و با 12 گل و 7 پرتافت گلی از میدان بیرون شد، ولی این آخری کار نیست. بعد آمدن به اینکوباتور آماده کنی فوتبال بازان گران ارزش یا خود زمینی پرتغالیان میتوان گفت که بعد 2-3 سال از برای این بازیگران میان ابردسته ها انیق تگمه‌کنی می شود. در آخر سخن نباید فراموش کرد که یوونتوس هم اخیراً زیاد به خریدارهای میلان و اینتر ننگرست و اویدی گزارش تییاگو جالو از لیل بر عوض 13.6 جمعی 2.6 میلیون یورو اعلان نمود. شرطنامه با بازیگر باشد تا سال 26 است. باشگاه تورینی الکای رسما اویدی این ترانسفری بازیگر 23 ساله اعلان نموده. جانب بیانکانری با همین پرقوت‌کنی هیئت میتواند با هر راه و واسطه در برگرداندن قهرمانی حتی خط عقب‌گاه را هم پرقوت میکنند. همزمان میلان بازیگر کناری 19 ساله خویش لوکا رامیرو را به اجاره به المریا تا آخر موسم روان کرد، زیرا وضع این تیم اسپانی در جدول خیلی هم به قول چطاق است. رامیرو الکای اولین تمرین‌های خویش را در صف المریا دایر نموده. بعد گذراندن 4 بازی موسم جاری در صف میلان تلاش میکند که المریا به سگوندا نرود، ولی به نظر این کار برایش از برآمدن به کوه قاف مشکل تر خواهد بود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.